Assalomu alaykum hamdiyonon aziz, a'zoyani guruhi Anguru va Bug' Shahrxondan Jamhuriyat Tojikiston. Hozir men ba shuma yak навори бисёр ғамгинро нишон медиҳам ва худатон баҳо диҳед, ба халқи мо баҳо диҳед. Ин чӣ хел одамо бошад, ҳамин хел одаморо баҳо диҳед. Мана мо қарор дорем дар ҳамин наздикии рӯ барои варзобгесо пушти ҳам дарахтода гес аст. Пушти ҳам дарахто рӯ барои геси варзобгес. ҳамҷо як минтақаи замин будааст, ҳамҷо пури партов буд. Партов як дусе ماشینی کم از پرتو میپرتفتن، هم اهالی انمی زندگانی میکردگی ها همسایه ها پرتوهاشون همجا میپرتفتن. بعد اینجا حکومت بعد انمی شخص اکرام ساکنی همینجا خونش همینجا با اکرام اومده مخلفت آورد و کم از ماشین آورد و این پروها رو از اینجا گرفته برده پرتفته اینجا رو خواست که درختزار کند و با همین مقصد سال گذشته یک 10-20 درخت شنوندن. این درخت های شنوندگیش من این درخت های شنوندگیش. اکرام شما اینجا کی درخت شنونده؟ چند سال پیش؟ اینجا راست دیگه من 2 سال پیش اینجا پرتوگاه بود. پرتوگاه از حساب خودم مبلغ گذاشته خاک آورده پرتوگاه تازه کرده. کم از بار کرده برده؟ کم از بار کرده اومده برد. قبول کردم گفتم یک گوشه وطن آباد کنیم. اینجا درخت شنوندیم. خیلی درخت ها با وای رسیدن. راست دیگه همین میدیدی آدم از ذوقش میکرد. یک روز اومدم که درخت‌ها مثلا از بکش. چند روز پیش بود؟ تقریبا ممکن یک هفته پیش اومدم از بکش همه شکسته گرفتیم. من همدیران عزیز اول درخت‌ها رو ببینید چقدر شکسته رفته است. این شخص‌هایی هستند که بخیل هستند که نمیخواهند که یک جا آباد شود و یک کس آباد کند و یا میترسند که اینجا آباد میکند درخت میشوند آینده باغ میکند. این درخت چهارمغزه نبینید چقدر غوث شدگی بوده است. این چهارمغز امسال میبست بگمانم. اینا چی بود؟ اینا سیب. این درخت زردالو شکست است. این درخت های بیگانه دیکی است که ها درخت های بوگینک میگن. همه هم شکست رفته است. همدیران عزیز خودتون اکنون به این کاری خلق انم همسایه ها کردگی بها دهید. خلق مو بخیل است. بسیارش همش نه، بسیارش نه، کمش بعضیش بخیل است. وقتی میبیند که آدم مهنت میکند، آدم پولدار میشود، آدم میخواهد یک جا رو آباد کند، همون رو نمیخواهند کردن، میخواهند که پرتوگاه ایستد. اینو دیدید شما هم را شکستن. رو شکستن دست قطع شکستن اون بیل قطعی هم تاور قطعی نزن دست قطعی کلتا کدب هزومش پرتافته بودن یا گیرسه بردیان هزومش رو بردن. اینجا هیچ کسی هزوم نمیبرد برای که همین خلق دویم همین همسایه ها دویم همینجا دشمنی میکنن، دویم همین نمیخواستن که همینجا باغ شود، مم پرتوگاه شود. تو همینجا نگیری گفته بسیار جنجال میکردن. این مردک نگرفته است اینجا، این مردک درخت شنونده است اینجا. اینجا همه درخت‌ها را شکست. یعنی انا اینجا یک کدام آدمی غیر قانونی اشغال کرده خانه ساختگی بود، حکومت اومده چپه کرد. درست. این وقتی خانه میسوزد حکومت غیر قانونی اومده چپه میکند، این درست. لیکن باغ رو برای چی این خیل میکنید؟ من نمیدونم. من اینجا باش سیم کشیدگی بود که هیچ کس ندارد. سیم رو کنده در زمین پرتفتیان، در زمین پچق کردن دروازه رو، سیم رو بینید با پایشون لغت کردن. این رو پچق کردن، این رو پچق کردن که هیچ کس ندارد. اینجا یک شیبر زمین اینه بینید خودی آب اومد، آبوی خانه هاشون اومد از خانه های آدم ها. همینجا کی به ما خلال رسانده بود که یک باغ شود، یک درختزار شود. خلق محترم خودتان یک بها دید به همین آدمی که همین کار رو کرده است. همون درخت کلام رو زورش نرسیده است. دیدید و درختی دیکی است، درختی یابویی است، زورش نرسیده است. درخت چه شکستن؟ گلی سیرین هم کدام شکستن. ما آبادی میکنیم و کدام بخیلی یک سال دیگر ها همونجا هم انگورو رو دیدید. همون انگورو را چالو و انگورو را دیدید؟
من 10 سال پیش. من شاهد بودم. تورقتی انگورها زده رفته بودن. همه انگورها تورقتی زده رفته بودن. من حیران این زمین قرار دارد. این زمین اینش سرتیفیکات دارد. این زمین همش قانونی. این خلق ما نمیدونن. هیچ فهمیده نمیتونم ده. و دلت از خوبی کنی هم میموند آخی. چیکار کنیم؟ این همه شکسته رفته سودن. خودتان یک بهات یاد کنید در اینترنت نسبت همون آدمی که همین رو شکسته رفته است شما چی تمنا دارید؟ و شکستگی البته انا همین خلق انا همین محله است. خلق دور نیست. خلق همین محله که در نزدیکی زندگانی میکردگی هست. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. با گروه انگور و باغ باشید. یک کنی کامنتاریاتون رو نویسید ببینیم چی می نویسید. در پناه خدا باشید.